هفته خبر تو خبر داره براتون. از سیرک انتخابات آخوندا که پیشاپیش قباله ریاست جمهوری رو به نام آخوند رئیسی سند زدن و حتی این خبرنگارم طوری حرف میزنه که انگار همه چی تموم شده. انشالله در طلیعه دولت مردمی هستیم و در زمان خاص شما به کهف الشهدا اومدید امروز صبح جمعه. علت چی بوده و این نشان دهنده چه رویکردی هست در دولت آینده انشالله؟ اینجا هم مجری تیویریش از جلیلی اسم میبره اما فیلم تبلیغاتی رئیسی رو میذارن و بتونید اجرا کنید. برنامه‌های تبلیغاتی بعدی مربوط هست به جناب آقای جلیلی. ببینید. برای یک کسی که در جایگاه ریاست جمهوری میخواد قرار بگیره اولین نکته مسئله شناسی. حالا خود رئیسی رو ببینید که وسط این نمایش مسخره دنبال بازارگرمیه و میگه میخوام رایزنی کنم تا این انتخابات رقابتی بشه. رایزنی رو دارم میکنم که به هر شکسته صحنه رو که صحنه کاملا رقابتی و مشارکتی بشه. این هم یه تصویر گویا از سیرک انتخابات در نظام ولایت و فضای رقابتی که رئیسی به دنبالشه. His own Olympic Games. On your mark. Get set. At which he won 14 gold medals. Often described as حالا که تا اینجا اومدیم یادی کنیم از حرفای این خرس قهوه‌ای نظام و اشکالی که از انتخابات آمریکا گرفت. یکی از این مشکل آمریکا اینه که شورای نگهبان نداره، یه مشکل دیگه اینه که ولی فقیه نداره. یعنی اگر یک فردی خواست به این سبک انتخابات دزدی بکنه، یه فردی نیست اونجا وارد بشه و از رأی مردم بتونه صیانت بکنه. کاندیداهای حذف شده و دفن شده در نظام ولایت هم نه تنها خودشون جا زدن بلکه مثل لاریجانی داداششم اومد و مجیز شورای نگهبان رو گفت. اینجا نباید باشه اگه آدم چیز منده، چون برادرم رد شده خیلی ناراحتم. چون علی آقا رو من یک مدیر بسیار توانمند و متدین و مرید رهبری میدونم، اگرچه نظراتمون در سیاست هم اختلاف هم داره. ما در خانواده لاریجانی اینا میگه اینا اشرافن، ما اصلا مشهوریم نه اینکه اشراف، ولی ما یادمون نره که چون کسی که دوست داریم رد شده حالا بیام زیرا به شورای نگهبان بزنیم که یک نهاد بسیار کلیدی است و خدمات بسیار عظیمی انجام داده. این هم میانجیگری به سبک ممجواد لاریجانی. حالا یه نگاهی بندازید به بعضی از این کاندیداهای قلابی و مسخره بازیاشون. از همتی که حال حرف زدن نداره و درخواست پخش آهنگ میده. آقای دکتر خیلی مقتصدانه شما صحبت کردین. امشب ما برنامه‌ریزی کرده بودیم راستش تا مثلا حدودای 12 در خدمتتون باشیم. بالاخره قطع کنیم یه آهنگ چیزی پخش کنیم مردم صفا کنه همش که من نباید حرف بزنم. تا زاکانی که از نوه سوئیسیش پرده برداری میکنه. نوه بنده خدمت شما عرض کنم که در دوره دانشجوی دخترم در سوئیس به دنیا اومده و زمان زایمان دخترم 2 روز بعد از آخرین امتحانشه. همه مدارکش موجوده. از چند ماه قبلش دیگه نمیتونسته تردد کنه با هواپیما و بنا بود که این کار 2 ساله رو هم 1 سال و نیم انجام داد. و سبز علیرضایی که به کاندیدا شدن احتیاط پیدا کرده و در زمینه قمپوز به تولید انبوه رسیده. بنابراین از مهمترین دغدغه‌های من این است که ارزش پول ملی انشالله ایران رو برمیگردونه سر جای خودش که بعد از دلار و یورو قوی ترین پول منطقه بشه. من تخصصم دکترای اقتصاد، من رسالم روی پول و اعتباره. البته این پاسدار رضایی دیر رسیده. خالی بندی های این جماعت خیلی وقتی که لو رفته. این هم یه چشمه ای از جایگاه ریال در اقتصاد ایران.
امروز جمعه 7 خرداد، خانمامو فرستادم میوه بخره. این 6 قلم میوه رو خریده: توت فرنگی، موز، گیلاس، زردالو، هلو، انگور. جمع این 6 قلم میوه شده، اینم فیششه، 986,000 تومان. باور کردنی نیست. خانمم تو رو درواسی گیر کرده، فکر نمی کرده این همه مبلغش بشه میوه ها. نهایت فکر میکرده 200-300,000 تومان میشه این میوه ها. رو درواسی گیر کرده، خرید کرده اینا رو، اومده خونه. باور کردنی نیست. واقعا حروم این میوه رو خوردن. چرا این همه فقر و گرفتاری و مردم این همه تو گرفتاری هستن؟ چرا باید ما این میوه های با این گرونی رو باید بخوریم؟ خاک بر سر این نظام آخوندی. مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر خامنه‌ای. با این وجود بسیجیان همچنان برای رأیبازی و رأیسازی تبلیغ میکنن و اعلام آمادگی میکنن. چی رأی میده؟ چی رأی میده؟ چی رأی میده؟ چند روز پیش نمایش انتخابات در سوریه هم مطابق خواست عظما برگزار شد و شاهد چنین حضور شکوهمندی بودیم. این طرف خودش تنهایی 17 بار به بشار رأی میده. اینجا هم تریبون گذاشتن که تنور انتخابات رو گرم کنن، اما با چنین صحنه‌ای مواجه شدن. ما با رأی دادن توی صندوق‌ها یه مشت محکم تو دهن آمریکا می‌زنیم، یکم تو دهن خودمون. به دلیل این که وقتی میریم اونجا اگه نریم رأی بدیم مشت تو دهن آمریکا نخورده، اگه بریم رأی بدیم 8 سال مشت تو دهن خودمون خورده. بعد سلام نامه شما. بعدم 5 تا دونه موز گذاشتن، میگن آقا شما از این 5 تا دونه موز هر میوه‌ای دوست داری انتخاب کن. مگه میشه از 5 تا موز پرتقال انتخاب کرد؟ در پایان این شما و این هم ساعت خودمون، اما با یه نگاه متفاوت.